برادرایی که ترغیبی به لایک میکنن اینا بیچاره ها میخواهند که وقتی لایک مونید دیگرای هم بیند گفته و بعضی بچه ها جنگ کردین در اینستاگرام که همین داملا از اینستاگرام پول کار میکنند گفته ما از اکانتش پول کار نمیکنیم از اینستاگرام تا اعلان و رکلام نکنید پول کار نمیکنید مثلا از ما آدمایی که بیزنسمن پول میگیرید و تجارتی همه رکلام میکنید کی دیدید که ما اون کسی رکلام کردیم ما اینو فقط منبری همچون منبری دعوت استفاده میبریم ما دیگه مسجد نداریم هم مسجد هم داشته باشیم هم مسجد محدودیت است مسجد می اهل محله میشنواد شما را دیگر و هیچگاه دین مقدس اسلام از ترقیات ما را به پشیمانی دعوت نمی کند یعنی ما بلکه حضرت علی می گفتند که علموا اولادکم غیر زمان الذي تعيشون فيه فرزنداتون رو به زمانه آماده کنید تا که موافق همین زمانه و برابری همین زمانه رود نه او بعد 50 سال با تیار کنتون علاقه یعنی از زمانه پیش رود ما اگر حاضر فقط تصور کنید در یک مسجد امام باشم همین 1000 نفر همین مردمی که یا 500 نفر مردمی که در پیشم است به همین ها درس میتیم و این هیچگاه شریعت پیش راهی پیشروی یعنی این زمانوی ها رو نمیگیرد چون که یه زنگ آمد گفت که یا رسول الله اجازه دید من برای شما یه منبر سازم بر بالای منبر برآمده گپ زنید منبر از کلمه نبرون گرفته شده معناش آواز است پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از منبر در زمین ایستاده برآمد میکردن راست ایستاده برآمد میکردن برای چی راست میستن تا اینکه صداشون دورتر رود تا اینکه مردمی که در قفا نشستیم پیامبر صلی الله علیه و سلم رو بیند وقتی که این زن گفت که من یک چی دارم یک خدمتگار دارم یک غلام دارم که نجار است یعنی دوریدگری ماهر است برای شما اگر شما اجازه دید یک منبری 3 درجه دارد از همون سازم شما بالا آمده در بالاش گپ زنید تا اینکه آواز شما رو همه شنود و شما رو صورتتون رو همه بیند و فهمد پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازه دادن یعنی این همین عملشان نسبتی عملهای پیشینشان ترقیات است یعنی پیشروی کردن پیشروی رو قبول کردن وقتی که میکروفون بار اول به دیار حجاز و نجد آمد شیخ عبدالرحمن سعدی بودن رحمت الله علیه وقتی که مثلا تاجرها پیشنهاد کرد که یک چیزی برآمده است آوازتون رو بلند کرده نشون میگیرم میتید بیرونی مسجد هم میشنوه گفتن که خب باشد قبول کردن چون که پیشتر به جای میکروفون چه خیلی کار بس میکردن آدم زنده مثلا او 50 متر به یک آدم ماندگی من یک جمله گپ میگم همین گپی منه این بیچاره تکرار میکند او 50 متر دیگر با یک کسی دیگه و هم تکرار میکنه با اونها همین تا آخرین همون خبر رساند سخن شیخه بعد با اشاره میشد است که شد رفته رسید تا همین شیخ سبحان الله الحمدلله ذکر کرده بیشتر است برای وقت ضایع نکردم در زمانهای قدیم و امروز که میکروفون برآمد یک و یک بار مسجد و بیرونی مسجد همه میشنود و امروز ما از یک کنج دنیا من ادنى الارض خیلی که الله تعالی در سوره روم گفته از پایان ترین زمین ایستاده گپ میزنیم زمین او به طرف امریکا و استرالیا و افریقا و همه جا ایستاده میشنون عین زمان انا مردم از مکه پیگیری دارند مردم از تمام گوشه و کنار دنیا هستن آدم‌ها یعنی چی به ترقیات قبول نکنیم چون که این دین مقدس اسلام قبول کرده است